دوستان عزیز این همین است یک استودیو یک کنج خانه ای که پیشکش شما کردیم که این همچون استودیو. اگر شما یک موسیقی یا یک چیز خواندنی باشید همین ستموزی که برای شما در کار میشه. اگر نه برای شما تنها یک لامپچکه سفید یعنی یک فر سفید در کار میشه که در پیش کنید که روی شما روشن تازه آزاده باشد. برای همین دوستان عزیز اگر خواهید که بلوگر شاید پس شما نترسید. فقط پریود برای بلوگر شدن پول در کار نیست. نه فراموش نکنید. بوی کمبغلی شما در کار نیست. تنها تالنت یعنی خواستن. تالنت آدم وقتی که داشته باشه و نخواهد هیچ کار نمیتونه. برای همین اول برای شما خواهش است. خواهش کنید بلوگر شوید. دوستان عزیز از همه چیز با خبر شوید. دوستان عزیز در غریبی چی میمونه؟ با دوستان در یک جا نشسته چخشخ کردن. یک ساعت هم باشه به نهایت خوب میشه که یکی از رفیقانی که در وقتش میشناخته شناس بود واخورده چخشخ نیم. من نمیره ای سالوی سال میشناسم 24 ساعت قریب ختمه 24 ساعت 1 ساعت دوره ای کودکیمون گفتی گپا قطیمون بود. این ای برادرمون چقدر که شما میبینید این برادرمون نو راسیه شهری که تیمور در حیاتش یکم بار اومده همراه ما کار میکنه. برادر عزیز حاضره قطیم موال چند قشیده است در همه سایت اینترنتی ما کم میغلطه. امروز خواستیم که با پراگی در همین اینترنت مونیمش که جهان بینیش واسه شوه. کسی که در یوتیوب میشوه یا کسی که میخواد بلوگر شوه یا که میخواد که یک چی رو ثبت کرده در یوتیوب مونه خیلی جهان بینیش واسه میشوه. برای که برای یک نوار رو در یوتیوب گذاشتن چندین چیزای دیگر شما جستجو میکنید. از همین سبب جهان بینی شما به نهایت واسه میشه. رنگ ها نام برادر یک سال پس میبینید در کانال سامبوی تیوی یکترینبورگ کاستوم بروک واسطگی شیم گالستوک اما 100% کاستوم بروکش شیم کرتا. زنده باشین برادر عزیز. یوتیوب برای ما و شما است. Hello everybody, I am very glad that you come to me and you see my video. I am trying to speaking with you in English and as to make a video, following video for you, only for you, my friends. دوستان عزیز امروز من یک تما را برای شما پیشنهاد میکنم که بلوگر شوید. میتونستگید مرحمت بشوید. یگان جای مشکلی نداره. گرچه شما رئیسید، گرچه شما معلمید، گرچه شما پول دارید، گرچه شما کمبغلید، تنها برای شما یک تلفن لازم میآید. کوشش و غیرت کنید که حرکت کنید. تنها حرکت برای شما در کار است. یگام نمود تالنت در کار نیست. در یوتیوب باور کنین هزار ویدیوی هست که در بچه‌شم عیان نیست. سلام دوستان عزیز. شما میخواهید که بلوگر شوید. شما میخواهید که نوارهای شما در سایت های اینترنتی باشد. پس به نمبرهای ما زنگ زنید. ما کوشش میکنیم که نوارهای خوب رو ریم و تمام نفرانی که میخواهم بلوگر شوند ما دستگیری نماییم. زنگ زده. سلام علیکم. گپ زنی گوش کردم. ها دامون باینی کوچک و دامون 2 متر. سلامت باشین برادران عزیز. در اینجا یک بلوگر دیگه باید از ما بخوریم اومده ایستاده است. زنده باشید. خیلی ما خوشحال هستیم که بعضی از برادران میخواهند بلوگر شوند، میخواهند نواربرداری کنند و پیشکش مردم کنند، اما بسیارتر شرم میدارد. میدونید برای چی؟ من شما را میگم. گپ زنیم گوش میکنم. و علیکم السلام. شکرانه خدا. کی؟ سلامت باشین. از زنگتون زنگتون میزنم. ایمو در نویس میپرتون تو خیلی. سلامت باشین. این هشم یک برادر ما که امروز اومده همراه ما نوار برداری کرد و میخواد که همین نوار رو
یا اینکه صورت‌هایی که با ما گرفته است فرستانیم. دوستان عزیز، اگر ویدیو را تا آخر گوش کنین البته یک چیزی بهره‌ور میشه. میدونین برای چی؟ برای اینه که من با شما یک مصلحت می‌دم. بلاگر شدن و میخواهید که بلاگر شوید، برای شما نه سین سال، نه پولداری، نه کمبغالی، یگان چی در کار نمیشود. اینا فراموش نکنید، کمبغالین، بوین، یوشین، پیرین فرقیت نداره. اینا فراموش نکنید که برای بلاگر شدن فرقیتی نیست. خود شما معلمین، خود پروفسورین، خود بیزنسمنین، خود دیرکتورین، بلاگری یک راهی آسان ترین است. بعضی بسیار آدم‌ها فکر میکنن که به حد مشکل است. نه، به حد آسان است. تنها خواستن در کار. وقتی که شما خواستید، البته کوشش کنید که با خواستگیتون و چیزی که میخواستید و همون چیز رسید. دوستان عزیز، اگر شما فکر کنید که قین است یا که با مردم گوش دهید، از همه کار میمونید. شفیع فکر میکنن بیرون برو ماشین میزنم میمیرم، ماشین میره کماز میچکش میمیره، یا کسل میگه که من بالینسه در کمز میمیرم. اگر بگوی که میبرم مورچه را میجکم با زمین را نگردم. برای همین برادران عزیز کوشش کنین که هر آن چیزی که شما با دلتون میخواین همون کار را کنید. کوشش کنین، البته انشالله که ما مقصدتون میرسه. شما فکر میکنین که ما از بیکاری همین کار را میکنیم، یا دیگر نفر ای خرسندیشون ای کمبغالیشون را میکنن، یا که ای پولداریشون را میکنن. نه دوستان عزیز، همچون خوبی است بلاگری، همچون خوبی است که در دل شما یک میدورد میخواهید که هم یک کار کنید. نه که کوشش غیرت کنید که نسبت کسی دیگر یگان بدی نکنید. در حالت بدی نکردن شما میتونید که بلاگر شوید. نفرانی که بدی میکنن، بخیلی میکنن، دشمنی میکنن، ولی بلاگر نیست. شما هم چیز رو میدونید و میخواهید بلاگر شوید، پس از همین حوض شما باید حرکت کنید. زنده باشین دوستان عزیز. من بودم پرویز از کانال سامبای تیوی یکترینبورگ که در کانال حیات مهاجران تاجیک برآمد دارم. خوش آمدید مردم مهاجر جهان با کانال ما. همه این مهنت های ما تنها برای شماست. میدونید با کدام خاطر؟ ما میخواهیم که از برادرانی که در شهرهای غریبی است، در شهرهای غریبی است، نه تنها در شهرهای روسیه، بلکه با تمام شهرهای روی جهان، ما نوارهای بهترین و خوشحال رو بهترین و خوشترین و تمام نمودشه پیشکش شما کنیم. دوستان عزیز با ما باشید. کوشش غیرت ما تنها برای شماست، نه اینکه به خاطر شماست، تنها برای شماست، به خاطر خوشحال شدن شما. نوارهای گوناگون رو از کانال ما تماشا کنید. دوستان عزیز سلام. دوستان عزیز، این من هستم سامبای از کانال یا تاجیک. زنده باشین برادران عزیز. کوشش میکنیم که نوارهای خوب و زیبا رو پیشکش شما نمایم. دوستان عزیز، شما میدونید که سامبای تیوی یکترینبورگ چی معنی داره؟ اگر شما دونین مرحمت در پایان نایسین، پیشنهاد کنین. کانال ما کانال یا تاجیک است که همون کانال سامبای تیوی یکترینبورگ، یعنی پرویز از کانال سامبای تیوی یکترینبورگ در این کانال برآمد میکنن. دوستان عزیز، من خیلی خوشحالم که شما امروز با ما هستید و ما کوشش زیاد میکنیم که نوارهای بهتری رو پیشکش شما. ای کامera که سامبای چه خدمش میتونم انجام شبکه روی جهان. سلام علیکم دوستان عزیز. امروز گپ خبرهای زیاد از تمام روی جهان است. یکی از دولت‌هایی که همسایه ما هست، یعنی کردستان، امروز جنگ جنجال است. من این شبکه را با خودی خاطر انداختم. طول چندین سال ما در شهرهای غریبی هستیم و همکاری با دولت کردست داریم. با نفرانی که در شهر یکترینبورگ در مهاجرت هستند با اونها ما همکاری داریم. طول چندین سال ما دوست هستیم. از خیش دور همسایه نزدیک خوبتر نفستر است. تو خیش دور و پیش دنیا همسایه مانند همه. دوستان عزیز،
همتون هم تستم نفرانه که در شهر غروخ هست خواهش دارم از همه شما که کوشش کنیم با همسایه دوست شویم و خاطر یک محله تمام تاجیکستان میلرزد برای از پشت یک نفر تمام آدما زبان میشن و اما این مردم نمیدونن در مورد چی گپ هست کوشش زیاد کنیم برادران عزیز همتون با همدیگر دوست شوید از آن جمله ما هم با دولت قزاقستان دوست هستیم با نفراتی که ما را دوست می‌دارن در شهری که تهران کار میکنیم از خود تاجیکستان هستند از کردستان هستند از ازبکستان هستند دوستان عزیز فراموش نکنید که ما هممون یک بنده تا بازی وارروخ قزاقستان کردستان ازبکستان و غیره نمیاد نمیاد اویو میستن دوستان عزیز شما میدانید تمام ویدیوهایی که من پیشکش میکنم کوشش میکنم که تنها ویدیوی خود باشم نه برای که خیلی زمین برای که خیلی زمین من چه قرار پاس است من برو کنه یا من بالا بیارم سلام علیکم دوستان عزیز شما آمدید به کانال حیات مهاجران هر اون ویدیویی که ما من شما میکنیم همش برای بهبودی و خوشحالی شما است و از حیات تمام مهاجرانی که در تمام روی جهان شما با خبر شوید از روزهای خوشحالیشان از روزهای خرسندیشان از روزهایی که آنها بیکار میمونند از وقتهایی که آنها آزاد هستند کل مخلصان کانال ما فراموش نکنید کوشش زیادی ما تنها برای شما دوستان عزیز من هستم فرید از کانال مهاجران جهان حیات مهاجران جهان من تمام ویدیو را از تمام روی جهان جمع آوری میکنم و پیشکش شما میکنم شما دوستان عزیز تنها با ما باشید شما میتونید از دیگر کانال ها بسیار ویدیو را تماشا کرده برای ما سویت خوب پیشنهاد نمایید ما کوشش میکنیم که سویت شما رو یعنی مصلحت شما رو با خود گرفته پیشکش دیگران تا که آنها توانند با خواهش دل شما ویدیو نوار برداری کنند دوستان عزیز زنده باشید خیلی من خرسند هستم که امروز شما با ما هستید سلامت باشید دوستان عزیز خوشحال باشید همه وقت تنز باشید ما در خدمت شما کانال دیگری ما کانال یا تاجیک است من تاجیک هستم که تنها در شهر یکتریمورگ استفاده بوده میشد خبرهای از شهر یکتریمورگ را پیشنهاد شما میکنم لیکن کانال مهاجران جهان و روی همگان است خیلی من خرسند هستم که شما با ما هستید و در کمیتر فکر عقیده خود رو و پیشنهادهای خود رو مینویسید بی‌طرف نباشید دوستان عزیز این کانال ما برای که ما مردم غریب ما مردم مهاجر روی جهان هستیم تا باشید سلام دوستان عزیز با همه شما گفتنیم که هنگام کیفسی میدروید یا مکدونالدز یا بونگر کینگ احتیاط باشه و در حالت در آمدن البته شما از آنها پرسید من میدانم که 50% مردم تاجیک اگر نداره 50% دیگرش میداره نه تنها مردم تاجیک بلکه مردم مسلمان من اینا برای مردم تاجیک گفتم که برادران عزیز هنگام در آمدن در مکدونالدز برای هر یک آدم هر یک سه دارد که شما میتونید خریداری و استفاده برید خریداری نموده استفاده برید دوستان عزیز و احتیاط باشید که در اینجا در بسیار اوقاتش بونگر چونگرش همش ده سمینه داره پچتی همش ده نه که در اینجا گوشت حلال ماهی است так что как и اومده ماهی کتی заказ نمی‌کنیم دوستان عزیز Браҷон ҷо гурустиш? Вот браҷон ғарибӣ да бадам зад
Očama i otkada. Oy çi dizî desta? Ha? Oy çi me dizî tu? Kare tora. Ay mi cevap mı? Likey. Ha? Oy çi me dizî tu? Kare tora. Ay mi cevap mı?